سلام بچه‌ها، من اومده بودم پیک شادی کومان بگیرم ولی پی شدم. همه کوماندوها پشت در موندیم. خیلی زد دالبینم را اومدم ولی نمیدونم چند روز دیگه دوباره میشینم را بیام یا برم فایلش رو پرینت کنم. حیف شد، دوستشم باشم تو جمعه با من زود برام بریم پشت کوماندو. و فکر کنم همه خیلی کوچولو باشن ولی نه همسر ساله من بودن خدا رو شکر من زیاد ضایع نبودم اون وسط. خب بچه ها سلام مجدد. اگه یادتون باشه من آخر اسفند رفتم که پیک شادی کومان رو بگیرم ولی یادتون باشه روز دوم توزیع بود، ساعت 6 رفتم و پی شدم. پیک شادی تموم شده بود به دلیل استقبال خیلی خیلی زیاد کوماندوها. دیگه بعدش هم هفته بعدش موجود شد که من دیگه تهران نبودم، پس مجبور شدم که برم خودم برای خودم پیک شادی درست کنم، پرینتش کنم. آقای پرینتی هم یکم برام بعد انجامش داد. نگاه کنید هم زشته ولی دیگه بهتر از هیچیه. یه سفر رو هم ندارم، یه سفر رو دوبار دارم. خلاصه پیک شادی کومان منطقه محروم، ولی مهم اینه که دوستشم که داشته باشمش بالاخره به صورت فیزیکی و بریم که با هم دیگه حلش کنیم و کلی ماموریت باحال داره انجام بدیم. آماده ای؟ بفرمایید. خب بچه تو این ویدیو یه دونه مهمون داریم، بستی من خانم فرنک، مربی یوگا و لازمه رزومه استخدام شی استخدام شی انگار. خب بریم پیک و این که صفحه اولش این صفحه آخرشه. پی شدم. اشتباه فکر کنم آقایی چاپ کرد. این باید صفحه آخر باشه. خب نوروز پیروز چرا باید صفحه آخر باشه؟ برای اینکه نگاه کن انگار تموم شده اینجوری. این صفحه اولشه. خواست اولش. این صفحه اول که نام است. از آخر شروع می‌کنیم. خب بریم مسابقه هوش و ذکاوت کومانی رو با هم حل کنیم. خب آلیاژ برنز از چه عناصری تشکیل شده؟ به 3 مس فکر میکنم یکی دیگه شو نمیدونم. برنج مگه عنصره؟ اما خوراکی که تو فضا کشت شد. کشت شده نه کشت، پس باید گندم تو فضا. چی میتونه که به نظر سیب زمینی اولین خوراکی که کشت شده؟ نمیدونم. فرزند شمشیر لقب کدوم پادشاهه؟ داریوش. نمیدونم. کدوم کشور هاتداگ اختراع کرد؟ آلمان. از کجا میدونی؟ جدی ولی فکرم آلمان. بنویسیم. اینترنت تو چه سالی در دسترس همه قرار گرفت؟ نمیدونم. قدیمی ترین ورزش تاریخ چیه؟ یوگا که جدیده. نه خیر بابا اریال قرتی بازی جدیده دیگه. یوگا خدا یوگا کلا چیز دیگه باستان قدیمیه. مطمئنی؟ فلسفه. آره بابا یوگا چیز ادایی چجوری باستانیه. اصلا. من بعید بدونم که یوگا باشه. یوگا. چه پرنده ای نمیتونه چشاش تکون بده؟ ماهی. همه پرنده بعد تکون بدن، چرا نتونه تکون بده؟ جغ نیست. جغ که گردنش رو 360 درجه تکون میده بعد چشاش اینجوری میکنه هی. یعنی میگه واسه همین گردنش رو هم میچرخونه. شاید. کدوم کشور از مجموعه 14125 جزیره تشکیل شده؟ داریم همچین کشوری؟ دبی. دبی شهره توی کشور امارات و خیلی هم کوچیکه. من دوست دارم برم این کشور رو، خیلی جالب به نظر میرسه. از کدوم چوب کمیاب و با ارزش تو صنعت اساسی استفاده میشه؟ چی سازی؟ عطر. سمغ. نمیدونم. کدوم جشن باستانی ایرانی توی بهمن ماه برگزار میشه؟ شب چله؟ نه. بهمنگان. تو بهمن که مخالف چیز بود. 29 بهمن با ولنتاین چیز بود. بندرمزگانه که 5 اسفند. نه 29 بهمن این چیزی بود. نمیدونم. خب ما هوش و ذکاوت رو از دست دادیم. باختیم. متاسفانه. بریم بعدی. خب اینو سریع انجام بدیم. بچه من تاس یکی پیدا نکردم دیگه، بیشترین عدد رو میگم. خوبه یکم رو بیشتر.
اومدم 10 دوباره. مجازات نداره؟ چرا؟ یه سلفی خنده‌دار با مارپله بگیر پست کن. این دیلی خوبه؟ بیشتر. نه زشته. زشته. بریم برای چالش تیزبینی. تو که اینا رو نمیتونی حل کنی. تو این تصویر 12 تا شخص یا اشیاء مرتبط با کومان پیدا کن و لیستشون رو بنویس. تو که هیچ حدسی نداری قطعا. ندیدم. خب این نمیدونم چیه ولی بهش میخوره چیز مهم باشه. این گاو شیرده استوری کومانه. مرسی. این که میاه قربونش برم، کوروش 3 تا 12 تا باید پیدا کنم. این چیز دوگی نباشه، آیکون دوگی نباشه 4 تا، عقاب استودیو 5 تا، مایکل 6 تا، ایمان 7 تا، گوشت چون ایمان خیلی گوشت دوست داره 8 تا شد. خب پیدا کردم دیگه. این نمیدونم چیه ولی به نظر مهم. آها شمشیر کوروش 9 تا، گیتار از زرد چیزی نیست؟ آفرین، بوت موزی خیلی گرونه $5000 10 تا. آفرین این بوش از کجا میفهمی؟ مرتضی 11 تا. این بشکار میتونه ربط داشته باشه چون توی لوگوی پادکستشون هست. از اون گیتار میتونه باشه چون موزیسینن هم کوروش هم ایمان. اینا چی؟ این ایمان نیست، این سربازه. این ایمانه. شرک و خرشه؟ نه اینا ربطی نداره. ایناش پرچمه. فکر میکنم ایمان آباد باشه. این چیه؟ مرغه؟ اینم دیگه گوشت میشه دیگه. کلوخ. خب بچه‌ها از اونی که آقای پرینتی برام اشتباه زده، این صفحه اشتباه، بعد به جاش این صفحه باشه، به سوی تاج و تخت. بعد کوروش رو به تاجش برسونیم که من حساب کردم اینجوری میرسه اینجا 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 اینجا، با پله میریم اینجا اینجا اینجا. این صفحه رو ما نداشتیم، به صورت دیجیتال به شما نشون میدم. خب جدول کوماندو. این جدول بر اساس اطلاعات ویدیوهای پارسالمون طراحی شده و اگه برای هر کدوم از سوالا به مشکل خوری میتونی جواب تو ویدیوها پیدا کنی. حاجی من چجوری 600 تا ویدیو رو ببینم؟ من همه رو دیدم ولی این سوالا از رسوم تیرگان نمیدونم. تیرگان یه جشنیه توی تیر ماه. نظر رسومش چیه؟ اصطلاح کرمانشاهی نمیدونم. هولای باستانی نمیدونم، خیلی اسمش طولانیه. ساز آزتک ها. آزتک چیه؟ یه قومه. آژنگ نیست؟ نوعی شیرینی و ابزار صنعتی. چجوری تاش با همه؟ سوهان. آفرین. هوش ذکاوت. کلا. سوهان. روکش بوت موزی. هم بوته بود که این بوته روکشش چه میدونم. موز دیگه. پلاستیک بود. موز نیست. چند حرفه؟ 6 داره. نانو میتونم بنویسیم؟ فکر کنم نانو بود. فکر میکنم نانو بود. یادم نیست، فقط یادم $5000 خورده ای بود. 7 عسل ممنوعه. یعنی چی؟ از مصارف عصاره گیاه موم یا هوم؟ موم دیگه. چیه؟ اما از موم چیکار میتونیم؟ سیریش میتونه بشه؟ سیریش نمیشه. کوچولترین عضو خانواده کومان. من فکرم همین کلوخ باشه. این کلوخ. چند حرف؟ 9 میخوره. صادرکننده‌های قهوه. از صادرکننده‌های قهوه کشور با خیلی هم داریم. برزیل یه دونه. کنیا. ولی مطمئن این کلوخه؟ ببین اگه این بشه کنیا، این باید بشه مولک. مولک میدونی که مولک چیزه. آها اینه مولک. مارمولک کوچولوی ایمانه. خب ولی کلوخ کوچیک‌تره، ولی کلوخ عضو نیست، موجود زنده نیست. نه پس باید مولک باشه. فکر کنم اگه مولک بشه این میشه کنیا. شاید اینجا خواستم اون راهنمایی بدن اگه مولک رو گذاشتم. موجود عاشق سواری. همه چه میدونم. نوشابه پرویی یادم نمیاد. زادگاه گرونترین آب معدنی فکر کنم ژاپن بود. فوجی دیدی؟ مال آمازون فکر میکنم. آره به نظرم
چند حرفه میخوره؟ آره ما زون نماد نور و روشنایی. شم آینه نه شم لامپ نمیدونم. رینگ لایت. بعدی اینو هم حل کنیم. مرتضی مخفی. چون این گروه مرتضی یه مرتضی نفوذی مخفی شده، اونو پیدا کن. اون نظر نفوذیه. اینه ببین دهنش فرق داره. نگاه این داره اخمو این داره میخنده. آره همینه دیگه. آره دیگه آفرین. مرتضی مخفی سلام میکنن. خب حالا دو تا چیز داریم. یه دونه رنگ کنیم یا بریم ماموریت رو انجام بدیم. رنگ کنیم دیگه. خب تصویر زیر رو به دلخواه خود رنگ‌آمیز کن. ما بریم رنگش کنیم. البته ما رنگی نداشتیم، رفتیم از همسایه قرض کردیم. لازم همه چی رو بگیم؟ نه فکر نکنم که لازم بود نکته بدونیم که ما رنگی نداشتیم. این شما و اینم بدترین رنگ‌آمیزی دنیا. رنگامون کم بود. آره کم بود، قرضی بود. چرا این میگم؟ و مثلا خیلیش نوکی نداشت، ما هم مدت تراش نداشت. تراش هم نفرستاده بود همسایه. آره همسایه‌مون اصلا خوب نیستن. ولی ما پرفکتیم که یادمون رفت بیاریم. دیگه این کار که از دستمون برم، ولی خدای باحال بود، آرامش بخش بود. مخصوصا که چون که آهنگ گذاشتیم باهاش و خیلی ریلکسیشن. آره باحال خوشم اومد. بازم این کارو بعد بکنم. به یکی از دوستای آشناهات که خیلی وقت ازش بی‌خبری سال جدید تبریک بگو. به کی بگم که اونقدر پشماش نریزه؟ و ببینیم تو کانتکت هم کیار داریم. فاتی گلستانی بهش عیدو تبریک گفتم، مثلا خیلی دور نیست ها، یکی که خیلی وقته. آرزو نه این دیگه خیلی دوره. خب اینا که همه پسرای هم کلاسی هن، مسترن. بریم تو میسیزا. میسیرز توتیزاده صابخونه دستفول. صابخونه خونه دانشجوییم. مثلا تو میسیزا چیزی در میاد؟ آخه کی دوست داشت میسیز؟ به استاد دانشگاه پیام بابا برو بابا خیلی ممنون. مریم اساره بد نیست. محدثه چرا من هیچ میسیزی ندارم؟ خانم شهابی، خانم مرداسی، ریحان دهمکی یا مینا دستان، دوستای دانشگاه من که بذارم کی جواب میده اصلا. رو آیفون بذارم بعد بگم که به خاطر چالش بهشون زنگ زدم یا فکر کنم دیگه بعد اجازه بگیرم صداشون رو بذاریم. اصلا جوابمون رو میدن، شاید انقدر ازشون خبر نگرفتم دیگه منو علاقه نداشته باشن تماسم جواب بدن. ای بابا شمارش نیفتم. مینا دستان ایرانسل جواب بده. الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ چطوری؟ خوبی؟ قربونت برم، چه خبرها؟ رداچم قربونت. هیچی همجوری یاد افتادم گفتم بهت سال جدید رو تبریک بگم عشقم. قربونت سالانه خودت هم مبارک. فداتشم. هیچی والا. کجایی؟ اهوازم فعلا. آره تو چی کارا میکنی؟ سلامتی. منم خونم. کافینه تو اینا؟ آره منم همین مغازه داری. خوبه؟ وقتمو گرفته. یه گفتم تا یادم نرفته یه زنگ بهت بزنم صداتو بشنوم. فداتشم. قربونت برم. سلام برسون به خانواده. ماچ بهت. دلم بر تنگ شده. ایشالا ببینمت یه روزی دوباره. قربونت برم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خب نرید بمون. خدا رو شکر. خوب بود. خب از اتفاقای تعطیلات خاطره بنویس. عید امسال بدک نبود. اولش خیلی خوب شروع شد. هر شب گیم می‌زدیم، بورد گیم با بچه‌های فامیلی و مافیا بازی می‌کردیم.
ولی بعدش مریض شدم و همش تو تخت بودم، کوفتم شد. این از خاطره من. خب این از این مأموریت بعدی. یه نامه به خودت تو سال آینده بنویس، هدفاتو مشخص کن و نامه رو قبل از تحویل سال بعد بخون. چی بنویسم؟ اوکی. ندای عزیزم، امسال باید کلی راه اومده باشی. یه سری کارای مهاجرتت رو کرده باشی. چنل یوتیوبت، خطم خیلی بهتر از این اصلا. چنل یوتیوبت مانی تایز شده باشه. دیگه یه کار دیگه هم بود که مهم بود. پیجت همیشه همین دیگه. در غیر این صورت ریدی خاک تو سرت. حجم مهربانی با خود. خب اینم تیک خورد. بریم بقیه مأموریت ها. خب مأموریت 4 به یه نفر هر جور که میتونی کمک کن و سعی کن اون روز زندگیشو آسون تر کنی. از اونجایی که هیچکی به جز فرنا که الان نیست، فرنا چجوری امروز آسون تر میشه؟ چیکار کنیم روزت آسون تر شه؟ هیچ کسی دیگه نمیتونه روزش آسون کنی، فقط تو هستی. چیکار کنیم؟ ماساژت بدم؟ نه نمیخوام ماساژ. پاتو چیکار کنیم؟ الان وقت خوردن میانورد پروتئینیمه. الان میانورد من باید بگیرم. درست که نمیتونیم کنیم چون الان هیچی نیوردیم و بهش فکر نکرده بودیم. میانورد بگیریم روزت آسون تر میشه اگه سالم باشه. خب بریم یه میانورده سالم برای خانم مربی پیدا کنیم. Let's go. ما یه دونه سالاد سزار رژیمی. آره ببین سالاد سزاره. خود توضیح بده چون سفارش خودش بود، یعنی خودش انتخاب کرد، من فقط روزش رو رد کردم. سالاد سزاره کالریش 221 و 31 هم پروتئین داره که خیلی خوبه دیگه. سبزیجات هم هست، کربوهیدراتش هم آره کرب داره. آفرین و چربیش هم 3. سسشون هم از همین کافه‌ای که ندا خریده دستاز خودشونه. آره کافه یه دونه از این سالم فروشی ها. آفرین. بعد سسشون هم رژیمیه و از این نوشیدنی هم گرفته باسم که آره اینا بدون قندن، یعنی کالریشون واقعی. جدول غذاییشو میتونید مشاهده کنید که خب اوکی دیگه. چربی و نمک و قندش 0. خب باز کنم بریم چطوره. خب نگاه کن. خب اینم از این ببینیم که چطوره. تست کن. خب تست کن ببینیم روزت آسون شد یا سخت شد. ظاهرش که خوبه. گوجه حساب نیست، مرغش بگو خوبه یا نه. سس نریز خب. چرا؟ باید طعم مرغش رو تست کنی. اوکیه راضی. خوشمزه‌اش. روزم آسون کردی. خب بریم برای مأموریت بعدی. خب مأموریت 5 حداقل 3 تا کامنت مثبت و دلگرم کننده تو شبکه‌های اجتماعی بذار. واسه کی کامنت بذاریم؟ خب میخوام اولین کامنت دلگرم کننده برای تو بذارم. برای سیسیم که ریلز گذاشته که صدا نداره. برم بنویسم چه دلگرمی بهت بدم. بترکونی دختر همین فرمون رو برو جلو. بعدی رو برای که همکاری کتاب فروشی میخوام بذارم ساربوکس که پست گذاشته راجع به تروپ ها. بنویسم که خیلی مفید بود. ایول خوبه دیگه، دلگرم کننده است. یه بلاگری به نام تورلان بذارم. بنویسم خوش استایل. خوش استایل. مأموریت بعدی حداقل 5 عضو جدید به کوماندا اضافه کن. مطمئن شو چنل کودمان ساب کردن. از کجا بیارم؟ فقط تو رو میتونم مجبور کنم. چی؟ برو ساب کن. همه چی با من تست می‌کنی؟ چون هیچ خره دیگه برسه اینجا. بدو وی پی ان تو بزن. یوتیوب رو وا کن. کومان سرچ کن. نشون بده. ساب کن. ساب کن. خب اینم تیک خورد.
5 تا نداریم دیگه، چیکار کنم؟ مأموریت 7، به یه حیوان، گربه، سگ، ماهی، پرنده آب و غذا بده یا بهش محبت کن. که اینو خب ماهی هم فکر کنم حیوان حساب میشه. بهش محبت کنم، نمیفهمه چرا. اوه فکر کنم خوابه. الو این خلاق محبت. ترسید یواش. فکر کنم بگنه سبزیجات پروتئین داره. مأموریت 8، به یه نفر که خیلی برات با ارزشه پیام بده و بهش بگو که چقدرشو میدونی. به کی پیام بدم؟ بذار به حنانه پیام بدم. ولی خودش دیروز بهم پیام محبت آمیز داده. مسخره نیست که منم الان بهش بدم. تو که اینجایی چه پیام بده؟ یعنی تو نمیخواستی ازت قدردانی کنم بگم وای تو جیجی بوجی منی؟ خب این پیامو دادم به حنانه. گفتم که عشقم دلم خیلی برات تنگ شده، غمگین، بوس. خواستم بگم خیلی قدرتون میدونم، مرسی برای همه حمایتات و بودنات، به امید دیدار زود چون که این نیستم تهرانه، من حافظم. مرسی ازش. خب 8 تیک میخوره. 9، یکی از فیلمایی که تو کانال تلگرام گذاشتیم و ببین و نظرت در موردش برامون بنویس که من نگاه کردم و هیچ فیلمی توی کانال تلگرام کومان نبود. نمیدونم منظورشون چیه. اینو ضرب در میزنیم. یه عکس بگیر که از این تعطیلات به عنوان یادگاری داشته باشی. میام الان بگیر. یادگاری. تیک. بخش کوماندی پیکو با خانواده دوستات بازی کن که بازی کردیم با فرنک. تیک. برامون یه پیام با آیدی تلگرام کومان کانتکت بفرست، تعریف کن تعطیلات چطوری بوده تا تو دگنواش با هم گوش کنیم. از جایی که یکم وقتی که من مریض شدم داریم دیر این ویدیو رو میگیریم دیگه، این نمیفرستم. بعدم حوصله ندارم این مأموریت، نمیخوام، حوصله ندارم. و آخرین مأموریت، یه سر به طبیعت یا پارک بزن، از هوای دلانگیز لذت ببر. هوای دلانگیز داریم تو اهواز دوستان اینجا، با اینکه بهار فروردینه مثل سگ گرمه، ولی خب اوکی بریم. خب مأموریت آخر، یه سر به طبیعت یا پارک بزن و از هوای دلانگیز لذت ببر. البته اینجا اهواز خیلی هوا دلانگیز نیست، ولی خب اینم از طبیعت. خب اینم از این ویدیو. مرسی که از بین این همه محتوای متفاوت روی ویدیوی من کلیک کردی. لایک، کامنت، ساب یادت نره و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. توی ویدیو بعدی میبینمت. چاکس.